سردارم بشر خرته این دفعه در دستمان است. ایستا لیتینانت، اینقدر سراسیمه نشو. درست یا نادرست بودنی خبر معلوم نیست. سردارم خبری پیش از این بوده هم درست بود. معلوم هست که کسی از داخلش بشر رو فروخته است و با ما خبر داده است. فرمان دهید رفته حل کنیم. این مراتبه باز از کرانمون شهید نشوند. فهمه؟ رفته این کار رو حل بکن. اطاعت سردارم. سرجانت به سرحدچیان خبر رسانید آماده باشند. 2 گروه رو با خودت بگیر. اوف کریم بردار تلفنت رو. اوف وقتی که لازم است قوه‌اش تمام می شود. آفرین به تو چینگیز، یک موشی گربه‌دار داشتی. رئیس وقتی که دیدم از خانه ببراید زود به شما خبر دادم. معلوم است که آدم‌های جناب بشر در اینجا نیستند. اکنون گلم رو از من هیچ کس نمیگیرد. جناب بشر آن ندیدی؟ نگاه کن کدام کاری آغاز کرده ای عملی ناتمام مونده بود. رئیس شما این رو گیرید. دختر وقتی که داد بزند با این دهانش رو محکم بکنید. خاله با من تلفن رو میدهید؟ به کریم زنگ زنم. لیکن در موضوع خانم اویشه گپ نزن میلش. نه خواطر نشوید، حاضر وقتش نیست. بلکه خانم اویشه خودشان گپ زدن میخواهند. بهترش در خونه گپ زن. برای چی در بیرون گپ میزنی؟ در تنهایی گپ زدن میخوایی؟ دخترم این کاری کردهش نادرست است. ولی تینان گپ زن که خاله هم میگویند که آمده تو رو خواستگاری کند. مرا فهمیدی؟ آسیا؟ الو کریم، من به خانه آمده رسیدم. خبر دیم گفته زنگ زدم. دیر کردی من خواطر شدم. به مزار رفته بودیم برای همین دیر کردیم. کریم گفتنیم که خالم میگویند که کریم کی آمده تو رو خواستگاری میکند. من حاضر با یک عملیات میروم. وقتی که برگشتم زنگ میزنم. آسیا با دقت باش. تو هم دقتت رو با عملیات بکن، با من نه. خدایا او رو از همه بدی ها محافظ باش. التماس میکنم. گلکم تو مرا یاد کردی؟ در اینجا چی کار میکنی باز؟ دفشم از نظرم. من غیر از تو مگر دیگر کار دارم گلم. میرویم لیکن با تو یک جایه میرویم. بیا رفتیم. سرده مرا. بیا میرویم. دیوانگی نکن. سرده مرا. با من میرویم گفتم. بیا جانکم بیا آخی. بیا سرده دفشم سرده. گلکم گلک من. چی شد توصیه؟ برای چی داد میزن؟ تو باز در پیش خانه دری من چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ دخترم رو سردی. زنی لعنتی.
هاکن سردی دخترم رو. آسیه 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 خدا جزایت رو دهد. باز از ما چی میخواهی؟ چینگیز کار حل شد. حل شد رئیس، حل شد. داشت دختر را. نگاه کن چه گلم در خواب شیرین است. بیرون چینگیز ما رو به خانه محبتمون ببر. چه ها میگویی مریم؟ چه خیلی میدوسته؟ اینقدر واهمه نکن. من کمتر پس به اونجا میآیم. به هیچ کس هیچ چیز نگوی. اکنون لیتنانت جوان بیاید و آسیه زیبایش را خلاص کند. البته اگر جان خودش را نجات داده تواند. جناب بشیر خوش آمدید. خوش باشه. چه شد سحر نیامدید؟ زنگ زدم جواب ندادید، خاطر شدم. ملا کمی کمبودی هست، لیکن خاطر نشوید، حل میکنیم. گوش کنید ملا چی میگویم. این خانه موافق نیست، یعنی به شما مناسب نیست میگویم. در شهر یک خانه موقت دیگر گرم میگویم، لیکن برای شما اینجا هم آنجا هم نمیشود. البته راست میگویی. برای همین شما هم برای ما یک ملای دیگر پیدا کنید. من هم مشتری های نکاح موقت را زیاد میکنم. میلش جناب بشیر. من اکنون میروم. همین که یافتید به من خبر رسانید. میلش جناب بشیر. میلش. این آدم به کدام طرف رفته باشد؟ اف بلا زند. شما کی هستید؟ خونه را کابه. در کجا هست این دختر؟ چی میکوبه در خونه من؟ دختر اینجا نیست. در کجا هست آسیه؟ آمدن گروه با شیخمون ببریم. چی خیل شیخ؟ شما چی ها میگویید؟ با جیانت بگو که او رو گرفته میبریم. سردارم ماشین جنازه نمایان شد. کاروان میتابد؟ نمیتابد سردارم. فهما عسکرها با دقت باشید. حمدی وضعیت چطور است؟ آدمی خودمون نورسید. لیتنانت و عسکرها هم در همین جایند. خیلی بسیارند. خب بسیاری بدنشان خوبتر است. من حاضر به نزد مریم میروم. یه عملی آسیه بیچاره را دزدیده است. رفته به او کمک کنم. ما باید ماشین رو تفتیش کنیم. البته سردار، کافتا میتوانید. این آدمو قابلیت نکرد. در اینجا چی گپی هست؟ منتظر میشویم. ایستا نکشا!
سردارم. خوب هستید؟ سردارم. دارید این پلید را. زند. لیتنانت نمرده است. این آدم را دستگیر کند همش را نقل میکند. کاری من هم تمام میشود. گرد در اینجا با کجا میروی؟ برای چی نگشتی؟ رئیس، جناب بشر در خانه تاکزار بودن ما را بفهمد. مریم همش را نقل میکند. من هم گفتم شما را به یک جای پنهان ببرم. آفرین بر تو چینگیز. این فکرت با من معقول شد. ما را با کجا میبری؟ با کجا میبرم؟ به یک جایی که کاروان نمیگذارد، پرنده ها نمیپرند، به یک جای پنهان رئیس. در اونجا شما را هیچ کس نمیبرد. وای وای وای، البته ببر چینگیز، البته. با گلم تنها میمانه. اوه مریم، انا برای همین شما را تنها گذاشتن نخواستم. جناب، میدونید که من هم رفتن نمیخواستم. آسیا مجبور کرد. به این هم نه دخترم رو به خاک سپاریدم. در زندگیم تنها آسیا مونده است. خواهش میکنم جناب دخترم رو یافته بیارین. پیش از به اینجا آمدن به خانه تاکزار رفته بودم. با اون جای نرفتن. فهمید که اول آن جای را میبینم. با سردار هم گپ زنیم، میگویم وای هم کوبت، شاید میوبد. پیش از این هم آسیا را سردار نیوی من یافته بودم. مریم، فراموش کردی؟ نه جناب، من خیلی گفتنی نبودم. گفتنی هم که از 4 طرف کوبن تیزتر میوبند. لازم نیست مریم. آدم های من او را در همه جا کوفته ایستادند تا بگاه پیدا میکنند. من هم رفته به آنها کمک میکنم. انشالله جناب، انشالله خبرهای خوب را از شما انتظارم. چینگیز، چیکار کردی؟ آفرین به تو، آفرین به تو. اکنون مرا گوش کن. تا آمدن من چشمانی چین دارد را از وی دور نکن. من کمتر پس می آیم. آفرین شیرکم. با کجا رفت؟ سردارم، آدم را گم کردیم به فکرم. او زخم دار است. با کجا میگریزد؟ در همین جای ها است. گوش کنید، شما با اون طرف روید، من این طرف میروم. او با من زنده لازم است. حمدی چی کار کرده باشد؟ باز جواب نمیدهد. امیدوارم که این دفعه کار را حل کردی حمدی. میدونم در همین جایی.
زخم داری خونت میریزد اگر مردن نخواهی برو کی به تو این کارو فرمان داد اگر قایل شوی اجازت میدیم که روی این فرمان را به تو بشر قرطی داد اگر قایل شوی رفتنت را اجازت میدیم از برای وی آدمی پست اسکران من شهید شدند اگر به همش اقرار شوی جانت را خلاص میکنم مایلش تسلیم شوم سلاحت را برداشته آهسته بیرون برو سلاحت را بردار از کی فرمان گرفتی؟ بگو از کی فرمان گرفتی؟ بگو از کی فرمان گرفتی؟ بالا زند چینگیز این جای را از کجا یافتی؟ رئیس ما هم البته جای بدونستگی داره برای خودمان آفرین با تو جای موافق است برای من و گلم بیا را برارم شمشیر دو شمشیر سه شمشیر یک شمشیر سه در طرفای باز یکی سرحد لتینان کریم را گم کردیم زود کمک روان کنید تکرار میکنم در طرفای باز یکی سرحد لتینان کریم را گم کردیم زود کمک روان کنید تو میتوانی روی کارم تمام شد خبر میرسانم گلکم چیکار کنم رئیس؟ دنیا در رأس اقتدار بشود من هم در زیر غلطهای جناب بشر را درایم زیده نمیمانم ببخشید رئیس جان بیا کری بیا ایستید ماشینم را به کجا میبرید ایستید سردار یک نفر ماشینم را دوستید با آن در برد خواهش میکنم رو یا بده خواهش
حمده چی کار کردی؟ کاری لتنان حل شد؟ بلا زند اکنون مرا خوب گوش کن. یک نقشه خوب دارم. اگر توانستی نتوانستی با دستان خودم تو را میکشم. نقشه این است، مرا خوب گوش کن. فهمیدم جناب. شما خواطر نباشه، من این کار رو حل میکنم، بعد خبر میرسونم. بیا کنی، بیا بسوی عجلت بیا زودتر بیا بیا کوبت بکن با بولادی بعدی خر سخت بعد که باز کرده نگریزد. گلم ها اکنون چوبی گلت رو خوردی. وسیع من با تو بدتر زنگ میزنم. ایرش کریم التماس بیا من را نجات. این عملی گفتنی یک آدم مرا دوستی. چی؟ ایستا آرام شو. تو در کجا هستی؟ نجات ده مرا. کریم التجا میکنم خلاص کن مرا. کریم وسیع تو در کجا هستی؟ بگو وسیع. خودش در ربی جا لیکی گپ زده بتوالد. وسیع با تو چی شد؟ کار تمام شد اسکر.
خوش آمدید جناب. خوش باشی. آسیا در خانه؟ در خانه از همه چیز بیخبر، در خواب شیرین است. آفرین چینگزم، آفرین به تو. با این چی کار میکنی؟ به انبار کهنه ببرید، تو هم او را نظارت کن، او به ما لازم میشود. بله. هیچ کس را نماند به خانه در آید. شمشیر سه، من شمشیر یک. شمشیر سه گوش میکند. لیتینانت کریم رو پیدا کردید؟ سردارم، همه یک جو کوفته ایستاده ایم، لیکن یگان نشان نیست. از پیشروی به من خبر رسون. جناب، خیلی که وعده کردم کارش را حل کردم. فهمیدم جناب. حیف شدی، اکنون به دوزداشتت نرسیده میموری. حیف شدی. خیلی زیبا بود استی آسیا، مثل گلی نو شکفته. بیشتر اهمیت نمیدادم.
آسیا نترس دخترم. من بشر نهایت تو را یافتم. نترس. یملی ابله این کار را به تو کرده است. از همه جزای سخت را با دستان خودم میدهم. نترس دخترم، نترس. حمدی او را به بیمارخانه میبریم. جناب بشر، من به خانه‌مون رفتن میخواهم. التماس مرا به خانه ببریم. معلش دخترم، با کجایی که میخوایی با اونجا میبریم. کمک رسان. با دقت باشه. اوسیا، با من نگاه کن. در همینجا هستم. در نزدت هستم. تو رو تنها نمیگذارم. ما خونه دار میشویم. آیا دوست نسبت دوست کمک نمی کند؟ البته می کند. خداوند به آتش امر می دهد که ابراهیم را نسوزاند. آتش هم او را نمی سوزاند. همین طور ابراهیم نجات می یابد. تو هم لیتینانت اگر دوست خدا شوی، او نیز تو را هم از آتش نجات می دهد. این را فراموش نکن. تو هم لیتینانت اگر دوست خدا شوی، او نیز تو را هم از آتش نجات می دهد. تو هم لیتینانت اگر دوست خدا شوی، او نیز تو را هم از آتش نجات می دهد. سردارم خوب هستید؟ سردارم آسیا را باید یابد. اسکر زود کمک کنید. زود سردار رو به بیمارخانه برید. بیا دخترم. آسیا، با تو چیکار کردن دخترم؟ آسیا، دخترم درو کشو. گاب زن آسیا، چی شد؟ درو کشو دخترم. آسیا جناب او چی شد؟ آسیا را بیرون از دهها از یک خانه در بالای کوه بوده یافتیم. یملی کارهای بد کرده است. او را تجاوز کرده است. وقتی
دستی دخترم رو سوزوندن. خدایا اکنون ما چی کار میکنیم؟ مریم تو حاضر خودت رو به دست گرفته آسیه رو صاحبی کردن لازم. کاری شدگی شد مریم، او را دستگیری بکن، در نزدش باش. من هم یملی ابله را یافته میکشم، نباشد هر نفسی گرفتم برایم حرام باشد. رفتم حمدی. خدایا اکنون احوال دخترم چی می شود؟ همش به مثل خواستم شده استاد است حمده. نگاه کن به نزدیکی آسیا نکاح موقت را خودش قبول میکنه. چی شد چنگیز؟ چی؟ زود از پایش روید، دیگر بچه ها هم از پشتش شوند. مایش من از تو خبر را انتظارم. باز چی شد حمده؟ جناب یمالی از دستی بچه ها گریخته است. بلا زند. مرا گوش کن، اگر یمالی گب زند میسوزم، مردم. مایش جناب خاطر نشوید. آسیه را باید یابم. الو، من سرجند ابراهیم. با من رقم تلفن خاله آسیه لازم. آسیه آسیه این در رو کشو. آسیه 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 در رو کشو. در رو کشو که تو رو با آغوش گیرم. مگر ما در روزهای بعد یک جای نبودیم دخترم. دختری زیبایم. آن اکنون مثل سردار شدی. این طور باشد لیتنانت کریم راه به سوی سکلی دره. با پیش ماش. اطاعت سردارم. کریم من اکنون آسیه تنهایم، دیگر است نیستم. چه خیلی رسیده می شوم. تو دختری عزیزی من هستی دخترم. هستیم. آسیه ما این روزهای بعد رو با یک دیگر تکیه کرده پس سر میکنیم.
دخترم کشو اوسیا التماس این در رو کشو دخترم نکن در رو کشو دخترم اوسیا اوسیا التماس در رو کشو اوسیا دخترم کشو این رو با توی عملی گفتنی آدمی پس کرده است او رو با دستانی خودم میکشم میشنوی من و یه عملی احمق را با دستانی خودم میکشم دخترم اوسیا همش میگذرد همش میگذرد هیچ چیز میخیده میگذرد خاله من یک یاد این درد را چی خیل میگردانم امید و آرزوهایم را برباد دادند من اکنون برای کریم چی طور نگاه میکنم مگر این خیل مرا قبول میکند نمیخواهم زندگی کنم میفهمی تو یگان کاری بدی نکردی که شرمنده شدی ما همین خیل با یک دیگر تکیه کرده همش رو پسی سر میکنیم حالا میبینی جناب بشر این حیوان رو یفته جزایش رو میدهد غمگین نشو نوری چشمم تو حدی به اون نفرت دارم که حتی میخواهم او را با دستانم به قتل رسانم تو نترس نوری چشمونم تو از هیچ چیز نترس با تلفن جواب دهم شاید جناب بشر زنگ میزند الو کی هستید؟ من سرژانت ابراهیم شما خالای اوسیا هستید؟ بله من لتینان کریم در عملیات زخمدار شد لتینان کریم برای اوسیا خواطر شد برای همین زنگ میزنم شما با اوسیا حتما این واقعه را رسانید ما در بیمارخانه شهری هستیم مایلش من با اوسیا گپ میزنم شفا یابد سلامت باش خدایا من این رو با اوسیا چخیل میگویم به این هم در سری دخترم 1001 درد است اوسیا اوسیا خدای سلاح رو گرفته است باز یگان به عقلی نکند این دختر سردارم ابراهیم احوال لیتنانت کریم چه خیل است؟ سردارم دکترها دیده ایستادند انتظار هستیم سردار ما هم خبردار شدیم کریم زخمدار شده است و اینجا آوردند شما با لیتنانت کریم کی میشوید؟ من امکش این کس پدرش ببخشید مرا نمیدانستم دکترها احوالش را دیده ایستادند کمی بعد برآمده خبر میرسانند من پالکوونیک هستم سردار لیتنانت کریم مرحمت گذشته شنید البته آلاینگه من عرفان من حاضر به شما یک چیز میگویم لیکن شما واهمه نکنید ما حاضر در بیمارخانه هستیم کریم در یک عملیات زخمدار شده است چی خیل عرفان راستش رو بگوی او زنده است همین طور نه من حاضر میگویم
نه ینگا، شما با اینجا نایید. برادرم هم در همین جاست. ینگا خاموش کردند. خدایا جواب نمیدهد. برادرم هم در همین جاست. اکنون من چیکار میکنم؟ لیتنانت کریم айдин дар куҷо аст? аҳволаш чӣ хел аст? ман ҳамсараш дар куҷо аст? гап занед. дар ошонаи дуюм. моҳрӯ, саида, ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? нафтаин шудам. ман ҳам ба ту занг зада гуфтанӣ будам ки худат аз пешам баромадӣ. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? чӣ шуд? барои чӣ паришон ҳастӣ? карим захмдор шудааст. ман бояд ба назди вай равам. баъд гап мезанем. вай одам шиносатон аст? бале, як шиноси деринам. بیا شناس میشویم. نومی من اکبر. نومی من عایشه. بیا بازی میکنیم. مایلش. این دختر چیکار میکرده باشد؟ این دختر دیوانه شده. خدایا خدا چیکار میکنه؟ در دستش تپانچه. گریزتون همتون رفتی. حیاتی مرا ویران کردی. من تو را با دستانی خودم میکشم یا ولی карим чӣ хел ҳаст? маро ба назди вай мебаред? духтурҳо ӯро аз назар гузаронида истодаанд. ҳеҷ касро ба дарун иҷозат намедиҳанд. хуб, майлаш. иброҳим, ман ба хадамот меравам. чизе ки нашавад ба ман хабар диҳ. хуб шуда, сардорам. آسیا در دستش سلاح بود. اون طرف رفت. باور کنید با مانندی دیوانه بود. کودک‌هایمان ترسیدند. این جانی دیوانه‌ات را نگاه کن. به دهانت نگاه کرده گپ زن. شما کاری خودتان را کنید. الو جناب، قربانتون شوم. زود بیایید. آسیا سلاح رو گرفته از خانه برآمد. دویدم لیکن دریافت نکردم. جناب، خیلی میترسم که خودش رو میکشد یا اینکه رفته یملی ابله رو کشته دستش رو به خون آلوده میکند. خیلی میترسم جناب. مریم آرام باش. تو در تلفن رو خاموش کن و به خانه رو. من آسیا رو میابم. حمدی، چیکار کردید؟ یملی رو یافتید؟ جناب، حاضر به خانه دکتر میرویم. آنجا رو هم بینیم. مایلش، مرا خوب گوش کن. آسیا در دست سلاح از خانه برآمده است. از یملی ابله انتقام گرفتن میخواهد. حمدی، ما باید یملی رو پیشتر بیابیم. نباشد همش رو میفهمد محو میشویم. خاطر نباشه جناب، در راه هستیم. مایلش، به من خبر رسان. اوشا، چی شد؟ یکم کاری بد شد مگر؟ کریم، پسرم. با کریم چی شد؟ در یک عملیات خیلی سخت زخمدار شده است. دکترها خوب است میگن، لیکن باید پسرم را ببینم. استا اوشا، سراسیمه نشو. نگاه کن، دکترها گفتن که احوالش خوب است. اگر خواهی به بیمارخانه یک جای میرویم. تو نباشی من چی کار میکنم؟ تو رفته
با ماشین شین. من تلفن را گرفته میآیم. با شخصی که از عهده کار نمیبرد باور کنی کار همین خیلی به انجام میرسد. انتقام این یک خوراک خنک برای خوردن بوده است. وقت خودم را با خوراک دعوت کردن آمده است. حالا میبینی جناب بشر. حالا میبینی. اویشا اویشا ایستو. اویشا به حمد زنگ زن بگو که لتنانت رو نکشتی. گپ زن که حساب این را به من میدهد. خوب شده است جناب. اویشا او در اینجا چی کار میکند؟ عرفان تو با او خبر رساندی؟ نه من برادر یعنی وای برادر. تو در اینجا چی کار میکنی؟ دفع شو از اینجا. نیازی التماس او پسرم هست. خیلی وزنین هست. میفهمی؟ اجازه ده او را ببینم. کدام مادر پسرش را پرتافته میرود؟ باید به تو زندگی کردن را عادت کرده است. در زندگی ما جای برای تو بر این زن نیست. دفع شو از اینجا. دفع شو. من پسرم را ترک نکردم. تو رو از من دور کردی، پنهان کردی. برای او رو یافتن چه کارهای نکردم، لیکن یک بار هم نگذاشتی که او را ببینم. اکنون ما رو باز داشته نمیتوانی. پسرم را میبینم. یک طرف ایستا. هم از من و هم از پسرم دور باش. تو را دیدن نمیخواهیم. با آیله این نباید برگرد. اویشا اویشا خوب هستی جانم؟ لعنتی من تو را. شما چی کار میکنید؟ اینجا بیمارخانه است. آرام شوید برادر. آرام شوید. جواب این رو میدهی؟ همسرت رو یون دفع شو از اینجا. شد برادر. اویشا خوب هستی؟ پسرم رو دیدن میخواهم. پسرم رو. اویشا کمک کنید دکتر. اویشا جانم کمک کنید. جناب بشر ابله روزت رو میبینی. و از چینگیز مرا فروختنی. اکنون جزایت رو میبینی. تو چی کار میکنی؟ یا رخ را پارتو خواهش میکنم. تو حیاتی مرا ویران کردی. به این وزش جان تو را میگیرم. گوش کن. تپانچه رو پایان کن. من به تو یگون کار نکردم. به تو دست نرسوندم. تو چی انسانی پست هستی؟ همه آرزوهای مرا نابود کردی. گوش کن. این رو پایان کنی بعد گپ زنان میکنی. خاموش ابله. تو چی کار کردی گلم؟
خدایا من قاطی شدم. من به او داروی آرام کننده دادم. بگذار کمی استراحت کند. تشکر. حمدی چی کار کردی؟ یافتی؟ جناب یمالی رو پیدا کردیم، لیکن اوسیا پیش از ما آمده او را پرانده است. یمالی زنده است جناب. به خدا این آدم 9 جان دارد. پرانده است؟ احوالش چه خیلی است؟ یارادار نشده است جناب. سلاح کهنه و ویران بوده است، برای همین تیر نپرانده است. لیکن احتمالاً اوسیا فکر میکنه که یمالی را کشته است. این آدم بی‌عقل از آواز سلاح بیهوش شده افتیده است. خاطر نشوید جناب. چنگیز لبه یمالی به تو امانت. اگر باز گریزد جناب بشر چشمان جیندارت را میکوبد. از من گفتم من رفته اوسیا را میکوبم. فهمیدی؟ بایلش حمدی جان بایلش. این آدم به من امانت خاطر نباش. اکا میگویی لعنتی. اکای حمدی میگویی. فهمیدی؟ اکای حمدی؟ ها. خاله من اوسیا دخترم از فکر دیوانه شدم. گپ زن در کجا هستی؟ خاله من کاری بدی کردم. خاله این آدمی که به من بدی کرد حیاتی من را نابود کرد. من رفته این آدم رو کشتم. اکنون رفته تسلیم می شوم. خاله حیاتی من اکنون به آخر رسید. اوسیا خاموش نکن. اوسیا اکنون چه کار میکنیم؟ الو جناب بشر. چی شد؟ با شما چی لازم است؟ من یک نفر رو شنیدی که با لتنان کریم چی واقع رخ داده است؟ زنده با آتش انداختند. در آخر نجات یافته است. یک دقیقه. با لتنان کریم چی شد؟ در کجا است؟ چه احوال دارد؟ در عملیات به دام افتیده است. حاضر در بیمارخانه. احوالش خوب است. این دختر با لتنان کریم کی میشده باشد؟ اوسیا ҳоло ҳам осия мегӯяда аз ба ҷои он духтар ба ин аҳвол гирифтор шудӣ. номи вай духтарро ба хотир наор. бо шумо чунин шинос шуданӣ набудам. бубахшед. ман ҳамсари карим моҳрӯ. барои дастатонро буса кардан омадани будам, лекин имкон нашуд. илтимос падарҷон, аз ман наранҷед. наметонистам. ман ба берун бароям. шояд шумо танҳо мондан мехоҳед. برادر، در حقیقت خانه‌دار شدنشان را نمی‌دانستید؟
ببخشید مرا. لیتنانت کریم ایدین او رو به اینجا آوردن. احوالش چی طور است؟ در کدام حجره است؟ انا همسرش در آنجا.